سلام به کانال من، خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه تو این ویدیو 4 تا از بهترین سریال های خارجی را به شما در نتفلیکس در سال 2023 بهتون معرفی کنیم و بریم با هم دیگه ویدیو نگاه کنیم. لایک و سابسکرایب تا چنل نشه. لیتس گو. به کانال یوتیوب من خوش اومدید. این کانال یوتیوب درباره فیلم‌های ترکی عاشقانه و همه رو بهتون معرفی می‌کنه و امروز اومدید با هم دیگه همونطور که اول ویدیو گفتیم 4 تا از بهترین سریال‌های خارجی رو بهتون معرفی کنیم. سریال اول به نام سریال ونزدی است. فصل اول سریال ونزدی یکی از بهترین سریال نتفلیکس بوده است که به تازگی از این شبکه پخش شده و کلی بین طرفدار داشته است و عاشقانه ژانر دارک فانتزی هوادار پیدا کرده است. چه خانواده عجیب و غریب آدامز آشنایی داشته باشید چه نه، این سریال میتواند متحرتان کند تا کل قسمت‌هایش را یک روزه تمام کند. سریال ونزدی که به کارگردانی تیم پورتون ساخته شده درباره ونزدی آدامز دختر این خانواده است که به مدرسه شبانه روزی نورمور فرستاده شده و ماجراهای بین او و دیگر همکلاس هم مدرسی‌هایش پیش می‌رود. لباس‌های ونزدی، گریم، شخصیت‌ها، دکور سریال به حدی تحسین برانگیز است که بلافاصله پس از پخش گوگل پلی های زیادی از آن الهام گرفت. این سریال در مدت کوتاهی از پخشش می‌گذرد و به دومین سریال پربیننده انگلیسی زبان نتفلیکس تبدیل شده است. سریال دوم سریال درچیلد. اگر فیلم روم که در سال 2015 آمد را دیدید و دوست داشتید، ما این سریال آلمانی که یکی از جدیدترین سریال نتفلیکس است را برای شما معرفی می‌کنیم. البته این سریال بیشتر در ژانر معمایی و جنایی است و طرفداران این سبک سریال را بسیار راضی خواهد کرد. داستان درباره زن و 2 کودک است که در خانه عجیب بدون پنجره و پر از مقررات خاص و سخت زندگی می‌کنند. مرد خانواده هر شب به خانه باز می‌گردد و افراد خانه در صورت سرپیچی از قوانین او تنبیه خواهد شد. زنی که لینا نام دارد دائما مورد آزار و خشونت فراوانی قرار می‌گیرد. از خانه می‌گریزد و پلیس او را پیدا می‌کند. حالا باید دید آیا همون لینا پک است که 13 سال پیش ناگهان ناپدید شده و پلیس نتوانست او را پیدا کند. و سریال فرزند عزیز تنها 6 قسمت دارد و از روی یک کتاب رمان اختاپوس شده است. بنابراین گزینه‌های بسیار خوبی برای یک آخر هفته خلوت است. این داستان لایه روانشناختی زیادی دارد و اثر بسیار خوش‌ساختی است. سریال بعدی که می‌خوایم به شما معرفی کنیم دوستان یک سریال خیلی بالی که در ادامه اسم اون رو میگیم که الان بهتون اسمش رو میگم، الان نمیگم. سریال کلایدسکوپ است. چه طرفدار سریال آنتولوژی باشید چه نباشید، تماشای این سریال خاص را به شما توصیه می‌کنم. به خصوص اگر طرفدار داستانی باشید که کسی نتواند آن را برای شما لو بدهد، در سریال کلایدسکوپ که یک داستان درام و سرقتی را دنبال می‌کند، ماجرای سرقتی بزرگ در آمریکا را دنبال می‌کنید که به دست لوپاپ و تیمش انجام می‌شود. تا این جای ماجرا شاید چیز فوق‌العاده‌ای به نظر نرسد، اما نکته جذاب این سریال 8 قسمتی میتواند شروع به دیدن بود. قسمت‌های سریال هر کدام نام یک رنگ را دارند، از جمله قرمز، آبی، زرد و غیره. قسمت اول داستان مشکی است که در واقع مقدمه بر داستان قلمداد میشود. پس از آن شما میتونید هر طور دوست دارید ببینید، ولی حواستان باشه که قسمت سفید را برای پایان داستان نگردید. دوستان شما قسمت اول به نام قسمت مشکی و قسمت آخر یادتون باشه که به نام قسمت سفید نگاه بکنید. اگر دوست دارید سریال را بر اساس ترتیبی که کارگردان در نظر داشته تماشا کنید، باید به ترتیب زرد، سبز، آبی، نارنجی، بنفش، قرمز، صورتی و سفید آن را تماشا کنید. این سریال یکی از متفاوت‌ترین سریال‌های ساخته شده در نتفلیکس که اوایل سال 2023 ساخته شده است. سریال آخر به نام سریال بیف است. یکی از سریال جدید نتفلیکس است که به تازگی منتشر شده و توانسته بیش از 98% از نقد مثبت از متقین را بگیرد و از نظر متقاعدان نیز امتیاز 8 از 1 را کسب کند.
که سریال بیف در فصل اول 10 قسمت دارد اما بسیار مهیج است و توجه را جلب می‌کند. در این سریال با یک زن و مرد آشنا می‌شویم که یک تصادف رانندگی در پارکینگ آنها را تبدیل به یک دشمن خونی می‌کند. هرچه جلوتر می‌رود نیز داستان‌های بیشتری پیش می‌آید که این دو نفر را خشن‌تر می‌کند. داستان سریال بر اساس انتقام‌گیری و ظهور این دو نفر جلو می‌رود و اگر چنین ماجرایی برایتان سرگرم کننده باشد حسابی از دیدن آن لذت خواهید برد. استیون و آلی دو بازیگر اصلی این داستان هستند که بار داستان را بر دوش دارند. به شما توصیه می‌کنیم که سریال قشنگ نوتفلیکس را هیچ وقت از دست ندهید چرا که در حال حاضر بهترین سریال نوتفلیکس است. دوستان عزیز این 4 تا سریال هم به پایان رسید و شما میتونید اینا رو دانلود کنید و نگاه کنید و از آنها لذت ببرید و لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب به کانال فراموش نشه و هر خواسته هم که داشتید شما داخل کامنت ها بگید که برایتون درست و تا ویدیو بعد